السلام علیکم افغانستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. باز هم من اشوا معصومی از پنجره افغانستان در خدمت شما هستم. لایک، فالو و سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. امروز اومدیم به یک گزارش جدید که قسمی که در پشت سر ما میبینین محموله اجناس صادراتی فابریکه لوکر بی بی به کشور دوست ازبکستان. پس با ما همراه باشین. هموطنان عزیزم، قسمی که در آنانس برنامه براتون یادآور شدم، امروز آمدیم به یکی از فابریکه های تولیدی در کشور ما که فابریکه تولیدی لوکر است و فعلا هم مسئول اینجا همراه ما هستند. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام، شما خوب هستین؟ شما را اول خوش آمد میگیم به فابریکه تولید لوکر. قسمی که شما گفتین در جریان برنامه تان، امروز ما خوشبختانه صادرات داریم به خارج از کشور که بسا جای خوشی نه تنها برای فابریکه ما، بر تمام افغان. حالا افغانستان به جای رسیده خوشبختانه میتونه محصولات خود حتی به خارج از کشور. جای افتخار است. میشه خود را معرفی کنین بر دوستان؟ بنده تمیم امیری هستم، سلز مارکتینگ منیجر در فابریکه لوکر در خدمت شما است. میشه منجر بر ما بگوین که لوکر از کجا و با چی هزینه آغاز کرد؟ لوکر با سرمایه ابتدایی $2 میلیون در سال 2016 آغاز به فعالیت خود کرده. خوشبختانه در طی سالهای آتی اگرچه با چالش‌های روبرو بوده و خوشبختانه تانسته که از چالش‌ها عبور کنه و 100% ایجای خوشبختی است که ما تانستیم رضایت مشتریای خود هم از داخل هم از خارج از کشور به دست بیاریم. قسمی که شما می‌بینین در بک‌گراند موتر آماده است، انشالله بخیر به طرف ازبکستان ما را روان میکنیم و وزارت صحت ازبکستان یک سمپل از محصولات ما را داشتن و اونا بردن پیش خود تست لابراتوار کردن و خوشبختانه دیدن که یک محصول کاملا با کیفیت است و رضایت خود نشان دادن. چراغ سبزشان ما گرفتیم و خوشبختانه امروز برشان روان. جای افتخار است واقعا، به تمام ملت افغانستان جای افتخار است که ما چنین روز را میبینیم. و میشه برای ما بگوین که مواد خام که شما وارد میکنین از داخل کشور است یا بیرون؟ مواد خامش نه تنها ما بلکه اگر ترکیه هم است، اگر ایران هم است، چین هم است، بعضی چیزا است که در بعضی کشورها نمیباشه. مثلا فلاپی پول پذیر ما میگیم یا پخته، قسمی که شما در تصویر گرفتین با شکل رول است، او را نمیشه که مثلا در بوجی پر کنن. اگر یک رول از او را بخواید در بوجی پر کنی شاید 50 بوجی شود. او فقط یک نوع درخت است، درخت کاملا طبیعی است که کشت از او فقط در امریکا میشه. اینا نه تنها ما بلکه ترکیه است، اگه چین است، ایران است، هر کشور تولید کننده دیگه که از امریکا وارد میکنه. دیگه بعضی چیزا است که در بعضی کشورها نمیباشه. بله. میشه بر ما بگین در فابریکه لوکر چی تعداد خانم‌ها و آقایان مصروف کار هستند؟ در یک شفت ما حدود 60 نفر ایفای وظیفه میکنن. بعضا حتی تا 2 شفت ما مجبور میشیم که کار کنیم. خوشبختانه تقاضا در بازار زیاد است و ما مجبور هستیم برشان عرضه کنیم. یک مطلب داریم میگه هستیم بران عهد که بستیم. ما برای هموطنان ما ایره تعهد داده بودیم که انشالله ما سر از کار میکنیم تا دیگه شما احتیاج به کشورهای خارجی نباشیم. و ماشاءالله دوستان میبینین هم که به عهد خود وفا کردن و قسمی که اینا گفتن خانم‌ها هم اینجا کار میکنن. دقیقاً خانم‌ها کار میکنن. و باز در تصویر دوستان میبینین چه تعداد خانم‌ها هستن. امروز نام یک صحبت می‌داشته باشیم درباره صادراتتان که امروز هم خوشبختانه که فابریکه لوکر بی بی صادرات داره به کشور دوست ازبکستان. اولین صادرات است یا قبل از این بوده؟ قبلا ما صادرات داشتیم اگرچه ولی را متاسفانه رسانه‌ای نساخته بودیم. دیگه معموله بعدی است. به کدام کشورها بوده قبلا؟ کشور ازبکستان است و یک کشور دیگه هم اگر بتونیم انشالله سر از او قراردادش کار داریم که در امریکا قرار است ما روان کنیم. که اپلیکیشن آمازون حتما هم ما شما اطلاع داریم و آمازون از ما درخواست کردن. بسیار خوب. ما بسیار زیاد خرسند هستیم از رسانه‌های ما.
رسانه‌های ما در حقیقت تانستن که گپ ما را به آمازون برسانه. فعلا سر کانترکتش کار داریم و اونا از ما خواستن که باید مسئول شما چون هم با کیفیت از همین که ارزانه است ما میتونیم اینجا فروش برسانیم و خوشبختانه اگر بتانیم بخیر کانترکت امضا کنیم در امریکا ما صادر میکنیم. ان شاء الله بخیر. ما به امید از روز هستیم که در امریکا هم صادرات از کشور ما باشه و میشه منیجر صاحب بر ما بگوین که لوکر را در آینده ها میخواین به کجا ببینین؟ لوکر را ما میخوایم به قله‌های بلندتر برسانیم ان شاء الله. یک شوخی هم اجازه است. متاسفانه در شب و روز اگه دیده باشین که آقای صاحب سخا را خیلی مردم اذیت میکنن. چنانه که من اون آجی سخا ما میگم اون لوکر بگن مردم. انشالله که او روز هم برسه و دوستای عزیز جای افتخار است که چنین فابریکه ها در کشور ما وجود داره و میشه شما بر ما بگین که فایده چنین فابریکه ها از لحاظ از اینکه شما در می کار هستین تجربه دارین چگونه است در صنعت و تجارت کشور؟ طبعا قسمی که شما میبینین در بک‌گراند هم رفتن از کارگرها دیدن کردین این به سر چرخه اقتصادی یک گام مثبت است. طبعا وقتی که از ما خریداری میکنند ما معاش میتیم پس دوباره برای کارمندا و کارمندا پس چی میکنن میرن خریداری میکنن و مصارف روزمره خود میگیرن. پس این چرخه اقتصادی است و این افتخارش به کشور خود ما میمونه. دیگه سر صنعت ما و شما خیلی نقش مثبت داره. تشکر میکنم از شما که به ما وقت دادین. در اخیر کدام پیام برای تجارای افغانستان داشته باشین؟ برای تجارا فقط خواهش ما همی است که بس کنن دیگه واردات بس کنن. حالا کوشش کنن که از خود یک چیز داشته باشن، صادرات داشته باشن. تشکر میکنم. سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. هموطنان عزیز، قسمی که در جریان هستین در اولین روز صادرات افغانستان به کشور دوست ازبکستان قرار داریم و مهمان خیلی ها خاص اینجا حضور دارن که همراه ما یک دو دقیقه صحبت میکنن. سلام علیکم مجددی صاحب. و علیکم السلام. ممنون شما. بخیر باشین. سلامت. بسیار زیاد خوش هستیم، افتخار داره که اینجا هستین. سلامت باشین، زنده باشین. برای همه ما شما این روزایی است که در تمام عمر ما انتظار از این داشتیم که ما از حالت واردات به حالت صادرات تبدیل شویم و خوشبختانه امروز تجار ملی ما این توانایی را پیدا کرده و کشور ما این توانایی را پیدا کردن که زمینه از این مساعد میشه که تولیدات ما به خارج کشور صادر شود. از نظر شما در اقتصاد کشور چی رول دارد چنین صادرات به خارج از کشور؟ دقیقاً همونطور که من قبلا هم بیان کردم ما همیشه در وضعیت قرار داشتیم که متکی به واردات بودیم و به تولیدات بیرون از کشور و بیگانه. امروز در پالی ازی که یک افتخار بزرگ است که ما را آزادی و استقلال و سربلندی ما را نشان میده. زمینه کار برای داخل برای مردم ما مهیا میشه. ما در گذشته دیگرها در دیگر کشورها فابریکه ایجاد میکردن، کارمند استخدام میکردن و ما مصرف میکردیم، فقط به یک نیروی مصرفی مبادل شده بودیم. حالا که این امکانات هم میبینیم و این فرصت ها مساعد میشه، این نه تنها برای ما و برای شما و از طریق شما این افتخارات که برای هموطنان ما میرسه، این مایه افتخار، دلگرمی و خوشنودی همه مردم ما میشه. بسیار زیاد تشکر از شما. زنده و سلامت باشید. تشکر. بیننده های نهایت عزیز، فعلا هم رئیس صاحب فابریکه لوکر با ما هستن. سلام رئیس صاحب، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید میگم شما را به فابریکه لوکر. بسیار زیاد تشکر. میخوایم از شما بپرسم که من مطمئن هستم در جمع همگی شما خیلی خوشحال هستین که امروز چنین روز از صادرات افغانستان به خارج از کشور. سلامت باشین. جای بسیار خوشی است که ما شما را داریم و دوستا با ما هستن اینجا و این خوشی را با هم تشلیل میکنیم و این خوشی بر تمام افغانستان میرسه. جای افتخار است. سابق میگفتن افغانستان سوزن جور کردن نمیتونست و سنجاق جور کرد
دیگه ولی الحمدلله ما محموله صادراتی ما هست که میره بخیر به کشور دوست ازبکستان. البته بعد از چک و بررسی و سامپلای ما که به گمرکات اشنا شد و وزارت صحتشون الحمدلله توانستیم که ما صادرات خود شروع کنیم. جای افتخار از دوستا که چون روز هست و میشه که سوال که از شما کنم که چگونه انگیزه ایجاد شد که چنین فابریکه را بسازیم؟ فابریکه ما قبلا جای دیگه زندگی میکردیم، کشورهای دیگه، خواستیم یک کاری به افغانستان بکنیم چون کشور ما نیست و درست از زندگی میکنیم، مگر یک کاری باید به افغانستان شود، یک کاری شود که با مردمی کشور یک چیزی شود، یک اشتغالزایی شود، یک کاری شود که بنیادی باشه. ما به این کانسپت آمدیم و لوکر ایجاد کردیم 8 سال پیش در سال 2016. تا حال ما در مارکت داخلی کار میکردیم و الحمدلله به می نمایشگاهی که به کشور دوست ازبکستان بود رفته بودیم و قرارداد عقد کردیم و انشالله که ما آینده یک هفته بعد قزاقستان میریم، انشالله که دستاورد داشته باشیم از قزاقستان. از دستاورد یاد کردین رئیس، میشه بر ما بگین که دستاوردهای بین المللی و ملی لوکر در چی حد بوده؟ الحمدلله لوکر توانسته که جایگاه خود داشته باشه در بین شرکت ها و برندهای افغانی و همچنان مارکت خوب داره در خارج از کشور. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. در اخیر یک کدام پیام داشته باشید؟ تشکر از هموطنان خود خواهش میکنیم چیزی که در خارج سودا میشه از شما استفاده بکنین، از برندهای افغانی استفاده بکنین تا زمینه رشد و اشتغالزایی بر هموطنان ایجاد شود. بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم. دوستان عزیز، قرار است که نوار قطع شود و محترم بخیر بره طرف ازبکستان و اموال از افغانستان صادر شود به کشور دوست و همسایه ازبکستان. انشالله که بخیر و خوبی صادر شود. افتخار ما است. تمام افتخار ما است. بخیر باشید. معامله‌های صادراتی را با داشته باشیم از تمام فابریک‌های تولیدی ما و باز هم از پررنگ بودن رسانه‌ها و از احساسشان در مقابل وطنشان جهان سپاس خودگذاری می‌کنیم. موفق و کامیاب سوال کی که از کسی که نگفت یک کف محکم بزنید. خب هموطنان عزیزم، فعلا هم حاجی صاحب تجار ملی افغانستان با ما هستن. سلام علیکم حاجی صاحب. سلام خواهر عزیز، ان شاءالله که خوب و صحت باشید. تشکر میکنم از شما حاجی صاحب. چی گفتنی دارین در مورد امروز؟ چی احساس دارین از اینکه امروز افغانستان یک کشور خودکفا شده؟ امروز احساس بسیار خوب دارم، نه تنها من بلکه تمام کسایی که در این جا حضور داشتن احساس خوب داشتن که افغانستان از یک کشور وارداتی و یک کشور مصرفی به یک کشور صادراتی و به یک کشور تولیدی مبدل شده و در حال پیشرفت است و در حال مبدل شدن است. این باعث افتخار تمام افغان‌ها هست و تمام افغان‌ها با شنیدن و دیدن
این معموله هایی که ما از افغانستان صادر میکنیم بر کشورهای دیگه اظهار خوشی میکنند. حاجی صاحب، گفتنی شما به او عده تجارایی که محصولات بی کیفیت صادر میکنن به خارج از کشور چی است؟ نه، ما از تمام تولیدگرای ما، از تمام فابریکات تولیدی ما تقاضای ما هی هست که رقابت بکنن، سبقت بکنن در تولیدشان که تولید با کیفیت، تولید با کوالیتی، بسته‌بندی بسیار خوب، زیبا، قشنگ داشته باشن تا هم در مارکت داخلی و هم در کشورهای دیگه تانسته باشن کالاهای تولیدشان صادر بکنن. ولی ما شاهد هزی هستم که ما در بسیار وقت کم میتونیم تا 2 سال لله الحمد دستاوردهای بسیار خوب داریم در قسمت تولید، در قسمت صادرات و در قسمت کیفیت و کوالیتی. الحمدلله تولید کننده های ما بسیار خوب شده و این جا داره از تمام هموطنان ما تقاضا بکنیم که از تولیدات وطنی استفاده بکنن. استفادهشان از تولیدات وطنی حمایت سکتور خصوصی افغانستان است، حمایت سکتور تولید افغانستان است، حمایت سکتور صنعت افغانستان است و در کل حمایت جوانای بیکار ما هست که جوانای بیکار ما مصروف کار میشن، یعنی این را میتونه که مستعلق حمایت بکنن. ما الحمدلله از روندی که در 2 سال هموطنان ما علاقه‌مندیشان چقدر بر تولیدات افغانستان شده و از تولیدات افغانستان چقدر استفاده میکنن ما هزی راضی هستیم، ولی باز هم ازشان توقع میکنیم که بیشتر و خوبتر توجه در قسمت استفاده تمام تولیدات وطن داشته باشند. انشالله. حاجی صاحب تشکر از شما و در آخر اگر پیام داشته باشید. پیام و تمام تاجرها و صنعتکارای عزیز ما این هست که در تولید، در صادرات دقت بکنن و رقابت بکنن و تانسته باشن. همونطوری که تا ما شاید چندین یعنی فابریکه ما هستیم که صادرات بر کشورهای دیگه داره، اینا هم کوشش بکنن کالاهای تولیدشان با کیفیت بکنن و مارکتینگ کنن، برای خود مارکت پیدا کنن که ما از کشور وارداتی بر یک کشور صادراتی مبادل شیم. انشالله. تشکر از تشکر. شما. سلام. قرارداد 250,000 دلار امریکایی است در کل و این محموله که انتقال میشه امروز این مقدارش 70,000 دلار امریکایی است و معموله دیگه ان شاء الله به روزهای بعد مطابق اسکیجولی که با قراردادی کردیم صادر میشه. که څومره بهر ته تللی دي دغه بستې او دغه نننۍ بستې څومره دي په ټوله کې؟ 2300 بسته است فعلا به این 2 موتر که ما جابجا میکنیم 2300 بسته است. او له دې نه مخکې جوفه تللی دی په ازبکستان؟ یک با تست و مارکتینگ فرستاده بودیم که اونا با وزارت صنعتشون و وزارت صحتشون مورد ارزیابی قرار دادن اجناس ما را که خوشبختانه تایید شده و حال معاملات صادراتی ما رسما فرستاده ښه دا خو یو ښه خبر ده چې افغانستان جوفي بهرنۍ هېوادونو ته بازار موندنه کوي. دا راته ووایئ چې له تېرو 3 کلونو راهیسې ستاسو په ځانګړې توګه تاسو د فابریکه له کومو جدي ننګونو سره مخ ده، له کومو ستونزو سره مخ ده چې باید حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي او لومړیتوب ورکړي؟ فقط واردات اجناس بی‌کیفیت دشمن صنعت افغانستان است. اگر میخواین که صنعت افغانستان به خواب بیسته، صادرات واردات اجناس بی‌کیفیت یا لات که به گونه گاتری نامی میآید اون رو بند شود.